با نام خدا و عرض سلام و احترام خدمت شما بینندای عزیز کانال هرات برگ، برنامه شام غریبان. بینندای نازنین، دم از این خانه که ما استادیم، اینجا یک طفلک 4-5 سالیه که بسیار مریضی بدی داره. این شکمک از بسیار سخته، فکر کنم مریضی گندیه. طوری که گفتم ما هفته پیشتر اینجا یک برادر کمک کرده بیدم، منتها یک همشیریر خدا خیر بده به نام بانو سادات از کشور آلمان یک مبلغ به زینا کمک کردم. بینندای نازنین، میریم تصویر مشاهده میکنیم. خداوند شما خیر بده با آخرت و آخرت. بزین مسکین کمک کنیم، این از این مریضی نجات دیم. امکان داره که این بسیار درد میکشه، رنج میبره. بسته فامیل از اینا میفهمن که اگر یک شخص مریض باشه تمام فامیل مریضم. این طفل معصومیه، این از این مریضی نجات بدیم. خداوند شما خیر آخرت و آخرت بده. اگر رسیدگی به این طفل نشه، امکان داره که این طفل خدای نکرده یک بلای به سر از بیایه، با او وقت جای افسوس خوردن نیه. هموطن ما و شما نه، از این خاک اسلام، همشهری ما و شما نه. کاکا جان سلام علیکم. علیکم سلام. صحت شما خوبه؟ شکر خدا. یک یا الله بگیم کاکا. یا الله. بفرمایید. یا الله. یا الله. ما آمدیم به مو خانه که یک هفته پیش آمدیم از این طفل معصوم تصویربرداری کردیم. خداوند خیر بده بانو سادات از کشور آلمان. اینا گفتم که ما می طفل دیدیم که این مریضه، باور کنیم. اینا گفتم مشکل داره، ما دست ما تنگه. بازم خدا واسه 5100 افغانی برای می طفلک کمک کردن. بینندای نازنین، این طفل معصوم این مشکل داره از شکم، شکمک از خیلی بسیار سخته. بزیم مسکین کمک کنیم، اینا ناتوانم. شما نگاه کنیم این خونی از اینا، باور کنیم اگه قابل شیشتن این سرا باشه. شما نگاه کنیم تمام این خونی از اینا هم کوخ و کخ اینا زندگی میکنم اینجا. از این بر پریشونی اقتصاد، از این بر این طفلک مدت میشه که مریضه. طوری که پیشتر کاکا گفتم که 35,000 افغانی گفتم که پول عمل میشه. 10,000 کمتری بیشتری هم امکان داره پول دوا و دیگه بالاخره همین 40-45,000 افغانی شاید بشه. خداوند شما رو خیر بده. بینندای عزیز، بزید طفلک کمک کنیم. مادر جان میشه کم از این بیاریم کمک از این استاد کنیم. بچه بیاریم اینجا با بیاریم بچه اینجا استاد کنیم. بیاریم مادر اخور از داره که میشه کامل بیاریم. میشه کامل. بینندای نازنین، باور کنیم اگر چی بگم، هر چی که فکر کنیم مثل سنگ شده ای طفلک. اینا که نجات بدیم. شما به مثل همین خواهر ما بانو سادات، شما بینندای عزیز بزی طفل معصوم کمک کنه که اینا که نجات بدم. اینا که واقعا سخته، با خدا ببینیم اشک میریزیم. فکر کنیم یه اولاد ما و شما نه. زندگی حال کو خیر، فقط به می طفل مگذر باشه. که کاکا جان گفتیم چند مصرف داره؟ همین 40,000-45,000 مصرف خیلی دوا میشه. خود دوا و عمل دوا میشه. چی مدت میشه این 4 سال میشه. کاکا جان بله. این به دکتران بردیم؟ بسیار بردیم. همین پول خونی از 3,000 میشه و این کارگری پیدا میکنیم. برج 3,000؟ شما برج 3,000 بعد خون از این عوض کنیم؟ باید عوض کنیم. الله سخته. کاکا پول بگیر شما نماد کسی کمک نکه که این عمل کنه؟ نه. بینندای نازنین میگه دل به دست یار که حج اکبر است، از هزاران حج یک دل بیتر است. یک کار باشه بینندای نازنین که همین طفل از اینجا خود پدر مادر از ایور داریم ببریم به شفاخانه یا به کلینیکای شخصی، این طفل که نجات بدیم. خداوند شما
از 1000 پریشونی نجات بده. خدای پاک شما رو با آخرت حاضرت به شما خدای پاک مزد بده. دوستای نازنین بزی طفل کمک کنیم. خواهر گل ما بانو سادات باور کنیم که به طریق صحبت های اینا معلوم بود که خود اینا بسیار مایوس شدم. گفتم اگر ما میداشتیم دست ما وامی بود تمام پول تداوی همی 40-50 هزار کمک میکردیم. واقعا گفتم نداریم. می تصویری که پیشتر ما هفته پیشتر گرفته بودیم مشاهده کردم. همین کار خدا واسه می دیشب بازی آماده در جا روان کردن. گفتم خدا واسه مینا است. خداوند خیر بده خوراک گل مار. خداوند شما را 1000 سال عمر بده داغ اولادا خور نبینیم. بانو سادات ان شاء الله من میفهم که آدمای خیری داریم، همشیرای خیری داریم که این بیننده این تصویر مشاهده کنم. این شکم از این طفلک نازنینه اینک معصومه. این مشاهده کنم ان شاء الله کمک میکنم. کاکا جان ان شاء الله به شما قول میدیم. خدا بزرگه کاکا، خدا بزرگه. برادرها همشیرا کمک میکنم. باز از این که خود شما میبریم اینا که میبریم به عمل میکنیم ان شاء الله صحیح و سالم میانه به میخونه. بینندای خوب نازنین بیشتر وقت شما نمیگیریم. شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. هر چی میتونیم کوشش کنیم 1 افغانی 100 افغانی خدا واسه ما نمیگیم تمام تداوی از شما بدیم. هر چی اتوان شما است بزی طفل کمک کنیم. یا رزو داره اگر می تا بمونه امکان داره. خدای نکرده یک روز دیگه به سر از این طفل بیایه گناه داره. فکر کنیم یا اولاد ما و شما نه. بخیر باشیم. خدا حافظ و نگهدار شما.